عالم شناخته داروساز تاجیک پروفسور یوسف نورالیف صبح 11 ماه سال 2023 در سن 87 از عالم چشم پوشید. در این باره در فیسبوک حیدرشاه اکبر خبر داد. حیدرشاه اکبر پروفسور نوراللهیف را عالم و دانشمند بزرگ و یگانه در رشته فارماکولوژی نامیده نوشت. دکتر علم طب، پروفسور، عضو اکادمی بین المللی مهندسی روسیه، عضو اکادمی علمی طبی جمهوری اسلامی ایران، پروفسور افتخاری جمهوری خلقی چین، حکیم هندوستان. اینها عنوانهای بودند که این مرد بزرگ و لقمان حکیم تاجیکان صاحب بودند و با اون خاکساری طبیعیشان جای هم اظهار نمی کردند. عالمی که شهرت و شخصیت شناخته جهانی را صاحب بودند و اندیشه و نظرهایشان مورد ضرورت سخت طبی امروزه را هم داشتند. ژورنالیست عادل ناظر نیز در مطلب با نام مرگ چنین خواجه نکارست خورد در فیسبوک نوشت که یوسف نورالیف نه فقط دانشمند علم طب بلکه فیلسوف هم بود. یوسف نورالیف 5 اکتبر سال 1936 در دهه نولوند نویه درواز ولایت مختار کوهستان بدخشان به دنیا آمده. سال 1961 رشته طبابت دانشکده طبی تاجیکستان را ختم کرده است. یوسف نورالیف بعد ختم دانشگاه قریب 6 سال به تحقیقات علمی اساساً در رشته داروسازی فارماکولوژی مشغول شده. مؤلفان اثرهای بی‌زوال چون اسرار مومیا، گیاهای شفابخش تاجیکستان، طب زمان سینا، رساله های طبی ابن سینا، 110 رسپت ابن سینا، شیوه طبابت ابن سینا، طبیب اوستایی می باشد. یوسف نورالیف با استفاده از گیاهای شفابخش تاجیکستان بیش از 10 نوع دارووار اختراع کرده است، از جمله سینالون، سینوبت، گرانیول، یونیبت، گپاتول و غیره که برای طبابت گپاتیت، دیابت قند، اتروسکلروز و بیماری های راههای پیشاب و تلخه استفاده می شدند.